الله الرحمن الرحیم. علت ارتباطت با من انسان چیه؟ عجب یا تارش. به حق انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ماشاءالله. یا خدام هذا القسم العظیم بالعذاب العلیم. بقیه‌ش هم بخونم یا نه؟ بخونم؟ لا فهمیدی ما کیم؟ ما انسانیم، اشرف مخلوقات. عزیزان لطفاً در طول ویدیو حتما از هندزفری استفاده کنید و نور گوشیتون رو تا آخر ببرید. بیشتر چیزهایی که نمایش داده باید حتما نور گوشیتون تا آخر باشه تا بتونید واضح ببینید. عزیزان این ویدیو حدوداً 6 ساعت ضبط داشته و تیکه های زیادی حذف شده تا شما راحت تر بتونید ببینید و این ویدیو 2 پارت شده. این پارت اول و شب دوم پارت دوم. صدا میاد. Hey. تو همین اتاقی؟ الله اکبر. میخواد به ترسون تو. به صورت این موجود دقت کنید، مثل بز. دقت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا به اذن خداوند مهربان. من میدونم اینجایی، دقیقا همین جایی. میخوام یه نشونه بدی برای اثبات حضور خودت. یالا یک نشونه بده برای اثبات حضور خودت به هر شکلی. بچه ها، من دوربین رو میکارم و نور رو تنظیم میکنم، نور رو کم میکنم. اگر نور خوب بود پایین بنویسید تا شروع کنم به ارتباط گیری. اگر احتیاج به کمک داری صحبت کن. ما قصدمون کمک میکنه، نه اومدم معامله کنم با تو، نه چیزی. فقط اومدم راه آزادی دارم. خودت گفتی کاری روزم اومدم گفتی منو میشناسی، دیدی شناخت کنی. پس خودت هم کمک کن، ارتباط کن. سلام علیکم. عزیزان اینجا دقت کنید، از روی شونه من میاد پایین و میاد به سمت دوربین. دقت کنید. همینجور که خاموش کردی کله گیره پایین، پا ستون پایینی در دوش نگاه هم میکره. سلام علیکم. سلام بر موجود این مکان. وای موجود این مکان. وای 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 وای. من قصد آزار و اذیتت ندارم، تو داری این کار میکنی؟ سلام علیکم. منو میشناسی؟ من چند وقت پیش اومدم پیشت، دو سه بار اسم منو صدا زدی و بعد گفتی کمک کمک، و من امشب اومدم پیشت و قصد آزار و اذیتت هم ندارم، فقط اومدم ارتباطی باهات بگیرم، همینو بس. و از دل منم خبر داری، هیچ چیزی نه اومدم بذارم، هیچ چیزی نه اومدم نه بذارم نه بردارم، فقط اومدم ارتباطی باهات بگیرم و اثبات کنم تو اینجا حضور داری. همین. مجید اگه صدا من تو محیط میپیچه دیگه بیا بیرون. بیا به سمت من، دوربینو بکار. اوه دارن رد میشن. بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حق بسم الله، به حق لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، الله اکبر. ما امشب اومدیم برای ارتباط گیری با تو و خوب منو میشناسی، چون همیشه منو صدا میزنی. پس به ما یه نشانه واضح بده این محل رو ترک کنیم. غیر از این دستگاهی که اینجا قرار داره که صدای من ازش میاد، هیچ چیز اینجا نیست، فقط من هستم و تو. میتونی با من ارتباط بگیری؟ مغزم اشتباه که تو خواب داغون کردی. ماشاءالله ماشاءالله. این به درد نمیخوره. یه نشونه غلیظتر، یه نشونه واضحتر. میدونی که من کورم، نمیبینم. واضحتر. من کورم. اینا به درد نمیخوره، اینا به درد نمیخوره. واضحتر، واضحتر. ماشاءالله ماشاءالله. فرکانس صدا تو یکم واضحتر کن. میدونی که من میتونم در بیارم و به مردم اعلام کنم. یکم فرکانس صدا تو بیار بالاتر. میخوام از خودت یه نشانه بهتر بدی. به حق شمورشک، به حق شمورشک، میخوام یه نشانه واضح تر ببینم از شما. علت ارتباطت با من سعید چیه؟ میخوام بدونم. اینجوری از کنار دوربین رد نشو، اینجوری ثابت نمی کنی. علت ارتباطت با من انسان چیه؟ عجب یا تارش. بیا تارش به حق هذا الاسماء الیک. فتبارک الله الاحسن الخالقین. عجب یا تارش به حق به جلال الله العظیم الاعظم. عجب یا تارش. میتونی از طریق این دستگاه با من ارتباط بگیری؟ ماشاءالله. میتونی نور اون شمع روشنش کنی باز ببینیم قدرتشو داری؟ یک نشانه واضح‌تر به من بده. سنگی رو جابجا کن، یا سنگی رو بنداز طرف دستگاه. به من نشانه واضح‌تر بده. بهت قول میدم اگر هر کاری از دستم بر بیاد برای آزادیت انجام بدم. در قبار کاری که انجام میدی نشونه بده. به حق شومان، به حق شومان، به حق ابانوق، به حق جناب ابانوق، به حق ابو عبیس، به حق ابو عبیس. یک نشانه واضح، یک نشانه‌ای که در بعد من انسان باشه.
یک نشانه در بعد چشم من انسان باشه، یک حاله غلیظتر. اگر بیای سمت این ابزار که الان پشت ابزار هستی، مجبورم یه چیزی بخونم و اگر بخونم آسیب میبینی، پس از این ابزار دور شو. بهت گفتم از این دستگاه فاصله بگیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. تا یک نشانه خوب به من ندی، من اینجا خواهم ماند. تمام. نه 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 نه، این صدا نه. مردم به این صدا اعتقادی ندارن. صدایی واضح. یک چیزی رو اینجا جابجا کن برای ما. همین. به حق بزرگتون، به حق بزرگتون. یالا. میتونی حاله خودت رو یا الله یا الله یا الله، میتونی خودت غلیظتر به من نشون بدی؟ میدونی من کورم، نمیتونم ببینم. به انسانها غلیظتر خودتو نشون بده. یا سنگی رو جابجا کن یا جسمی رو جابجا کن. اگر این کار رو برام انجام بدی، منم کمکت میکنم تا آزاد بشی. میدونی من میدونم چند نفرین، 4 نفر. طلسمی که داخل یکی از این اتاقا دفن شده. نشانه خوبی بهتون دادم. اگر اون باز بشه شما آزاد میشین. اگر درست گفتم اشاره‌ای به من بده، نشانه‌ای به من بده، اشاره‌ای که در بعد دید من و شنیدن من باشه. این حاله خیلی کوچیکه داره اینجا میچرخه. یک سرکی برای ما بکش. دوست داری برات زجرنامه بخونم؟ اگر دوست داری برات زجرنامه بخونم که اذیت بشی، این کار رو برات میکنم. ولی ما نیومدیم تو را عذاب بدیم. اگه دوست داری ما کمکت کنیم، یک اشاره خوب به ما بده. چرا اما میترسی؟ صداتو میشنوم ولی خودتو نمیبینم. میخوام یه نشونه خوب بهم بدی.
من احساس میکنم خیلی دوست داری برات قرآن بخونم تا اذیت بشی. میخوای بگم یه دعوت بزنن اونجا تا اذیت بشی؟ به جز خودت یک جن قوی‌تر در این مکان قرار بگیره؟ میخوای؟ آفرین آفرین ماشاءالله، پس کنار دوربین نشستی. نشونه خوبی بود، ولی من میخوام حاله قوی‌تر، حاله خوب ازت ببینم و میدونم اگر به جسمیت در بیایی اذیت میشی، عمرت کم میشه، بزرگانت بهت اجازه نمیدن، ولی باید اجازه بگیری. من میخوام اذیت نشی، یک حاله قوی‌تر ازت ببینم. اگر نشون ندی منم الان بچه تو اذیت میکنم. دوست داری بچه تو اذیت کنم؟ ها؟ دوست داری بچه تو اذیت بکنم؟ اگر میخوایی بچه ها تو اذیت نکنم، یه نشانه خوب به ما بده، یه نشانه واضح به ما بده. بشماخن بشماخن شماخن شماخن اشمخن اشمخن شامخن شامخن. نه این به درد من نمیخوره. این جنگولک بازیار در نیار بیار رد بشی. تو فهمیدی میخوام چی کار کنم؟ بچه ها میبینید؟ جلو دوربین رو میبینید؟ این چیزی که تو داری نشون میدین اصلا به درد من نمیخوره. به حق انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ماشاءالله. همینو میخواستم بچه ها، گرفتین؟ همینو ازت میخواستم. دوباره میتونی این کار رو برام انجام بدی؟ بچه ها اینجا خیلی دقت کنید. دوباره این خفاش، به گفته شما خفاش از کجا میاد و به کجا میره؟ عزیزان میره داخل دیوار، دقت کنید. از بالا میاد، اون همراهش از بیرون میاد، میرن داخل دیوار، دوباره تغییر سمت میدن، میان میرن. میبینم بالا داری سرک میکشی.
من سرک مرک نیاز ندارم. من یه چیزی میخوام به مردم ثابت کنم. دوباره این موجودی که فرستادی داخل یه بار دیگه بفرست داخل. داری یه خورده صدای ریزی تولید میکنی، ولی اینا به درد من نمیخوره. پس من مجبورم دوباره بخونم. میدونی که تقفولن مرقولن یالا یالا. صدا به درد من نمیخوره. صدا به درد من نمیخوره. میدونی من صدا تو در میارم، داری صدا میدی، ولی مردم به صدای تو باور ندارن بعضیاشون. پس به من یه حاله قشنگ و تمیز نشون بده این اتاق ترک کنم. بچه صدایی نیومد. نه این به درد نمیخوره. اگر نشون ندی مجبورم بچه ها تو اذیت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحی یا قیوم، الحی القیوم، رب جبرئیل المیکائیل. آه 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 یا شراحیه. بقیه‌شم بخونم برات یا اشاره خوب میدی؟ توکل یا خدام، هذا القسم العظیم بالعذاب العلیم. بقیه‌شم بخونم یا نه؟ بخونم؟ داری زرج میکشی. من که بهت گفتم ما دوستانه میخواستیم صحبت کنیم. الباقیشو نخوندم که زرج بکشی. حالا فهمیدی ما کیم؟ ما انسانیم، اشرف مخلوقات. یک بار اومدی کامل رد شدی، خودت بودی، اومدی رد شدی. میخوام یه بار دیگه بیای رد بشی، بفهمم توهم به من انسان نداده باشی، چون شما قدرت اینو دارین به من انسان توهم بدید. به حق سید عبدالواحد، به حق بعضی از عزیزان میان به ما میگن این صداها چجوری ضبط میشه. بچه ها پایه دوربین رو ببینید، فقط 4 تا میکروفون بهش بسته. سلام بر اهل این مکان، سلام بر موجود این مکان. من سنگینی این مکان رو وقتی بیرون از زیرزمین بودم گرفتم و اومدم اینجا تا با تو ارتباط بگیرم و میدونم تو در زیرزمین حضور داری، در اینجا حضور داری و یک جورایی منو دعوت کردی به اینجا.
پس به من نشونی بده، به من اعلام حضور کن. ممنون میشم ازت. ای موجود، میدونی چند تا میکروفون گذاشتم تا صدای تو رو واضح ببینم، واضح بگیرم، و نمیدونم کدوم یکیتون میاین تو خوابم و ازم درخواست کمک میکنی. در ویدیو قبلی که اینجا اومدم 2-3 بار گفتی کمک کمک سعید کمک، و از دست من کاری بر نی اومد تا برگشتم. اگر به کمکم احتیاج داری پس بگو. یه نشونه بده که بفهمم حرفای منو فهمیدی. یه نشونه بده. در زیرزمین هیچ جا توضیح داده نشده و علامت زده نشده تا شما خودتون ببینید این موجوداتو. خیلی جاها به وضوح دیده میشه. بچه ها دارم پشت سرم حسش میکنم. شما میبینید؟ این شمع رو برات روشن کردم تا انرژی بگیری. از انرژی این شمع‌ها استفاده کن و به ما ارتباط بده. چشم‌های منم بسته است. بیا به سمت شمع‌ها و انرژی بگیر. طی اعلام خودت ما اینجاییم. اومدیم برای کمک به تو. پس با ما ارتباط بگیر تا مشکل تو بفهمم. میبینی من تنها در این زیرزمین هستم و میکروفون ها در 3 طرف زیرزمین. صدایی بده، حرفی بزن، سنگی پرتاب کن، یه نشونه به من بده من اینجا رو ترک کنم. ازت خواهشی دارم، بیا به سمت شمع. بیا ازش تغذیه کن. بیا ازش انرژی بگیر. بیا تا من حست کنم اینجا هستی. شمعو زیادش کن. ازت خواهش میکنم. یالا شمعو زیادش کن. از طریق نور شمع اثبات کن به مردم که اینجا حضور داری. بچه ها دقت کنید، اینجا نور شمع زیاد میکنه دوباره کم میکنه. دقت کنید.
ساعت 2:45 و امشب تنها اومدم به یکی از مکانهای کرمان. خیل ببند به الله بلند. یو زهرا یا الله برو. کیفم پاره کرد. آکو سنگاره نگاه کن سنگاره.